از فضیلت مآب محترم جناب استاد صاحب تقاضا میکنیم که صحبت فرمان. جناب رئیس صاحب تشکر از شما. بحث ما شما دوام میکنه. سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. صدق الله العظيم. ما بعد از تقدیم سلام و احترام به اعضای حاضر مجلس، عنوان صحبت مختصر خود هم یک قسمت از قول خداوند را قرار داده. خداوند کریم به مسئله صلح به سطح بین دولت ها، به سطح گروه ها و بالاخره به سطح فامیل هم اهتمام کرده. اگر کدام وقت در یک فامیل کشمکش قرآن کریم همیست که یک حکم از یک طرف، یک حکم از طرف دیگر تعیین شود و باز فرموده که اگر این دو حکم اراده صلح را داشته باشه، خداوند او صلح را میاره. ما تأکید مثل اینمی قسمت آیات مبارک است. ما به این یقین دارم که طرف ما اراده صلح را داره، دیگه هیچ شکی نیست. این هیئت هم که تعیین شده به خاطر ازی که مردم ما صلح هم میخواهند و تشنه صلح هم هستند و خدا نخواسته در اینجا اگر کسی مخالف صلح هم باشه صدای خدا بلند کرده نمیده. این خواست کل مردم است. مهم است که او را باز از هیئت محترم خود مشنویم و پسان میشه که در بحثایی را شریک هم کنیم که تا کدام حد شما مطمئن شده باشین که جانب مقابلم اراده صلح را داره. به خاطر ازی که تا این دو اراده با هم تلاقی نکنن، با هم یک جا نشن، صلح آمده نمیده. این فیصله خداوند جل عظمته است. و من میخوایم از هیئت محترم مذاکره‌چی اظهار تشکر و سپاس بکنم که یکی نمایندگی خوب از کشور ما و از دولت و از ملت کردن. دومی که امو راز و رمز موافقتشان که وحدتشان است امو را نگاه کرد. امو وقت که مسئله مذهب را اونا مطرح کردن ما تشویش داشتیم که خدا نخواسته کدام درز پیدا نشه، چرا ایرا میفهمیدم که او مسئله به خاطر تأکید سر مسئله مذهب نبوده بلکه به خاطر ازی بوده که در هیئت شما یک دوگانگی ایجاد کن. الحمدلله شما از او موافقانه عبور کردین و موافق تیر شدین از او. خداوند برتان اجر بده. این وحدتتان حفظ کنید. حتی مشوره مهمیست که اظهار نظرهای هم که میکنین با همدیگر تفاهم داشته باشید که بسیار مهم است برای حفظ وحدتتان. از این طرف خواهش ما از دولت و از سیاسیون ملک و از کل مردم ملت همی است که در مورد شما دو چیز را رعایت کنند. یکی حمایت قاطعانه بکنند، کلگی بگویند که همی هیئت ما است، هیئت کل افغانستان است
و از کل افغانستان نمایندگی میکنه. کار دومی که حق شما سر ما ایست که حالی که هیئت رسما مذاکره خود شروع کرده، امی تلاش‌های فردی و جانبی متوقف شد. هر کس که گپی داره به ارتباط ملک، به ارتباط مصالحه و به ارتباط مذاکره، چینل رسمی آل تعیین شده از امی طریق گپ خود بزنه. ما اگر کدام گپ دارم به ارتباط مصالحه آل هیئت است و هیئت گپ خود انتقال میتم. اگر یک دوست دیگه ما گپ داره از طریق هیئت گپ خود پیش ببره، چرا که این تلاش های جانبی باز موقف هیئت ما را ضعیف میسازه خدا نخواسته. و در پهلوی ازی که دعا میکنیم برایتان، مثل که جناب رئیس کرزی فرمودن، ما در خدمت صلح و در تأیید شما در این کار مهم و حیاتی که برای ملک ما حیثیت آب حیات داره، برای ازی ما همکار هستیم، امرایتان پشتیبان هم هستیم. و چند گپ دیگه که مثل که ستانگزی صاحب گفت خواست دیگه برایتان دارم، بوره باز میشه که در جلسه بعدی مختصرا دو سه گپ دارم که او را امرایتان شریک بسازم. خداوند کامیاب بسازید. با عزت باشه. سلام علیکم.